درود شنوندگان عزیز، مهمترین خبرهای هفته سپری گردیده رو مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید. امروز شنبه 13 ایون 2020 سال است. اینجا استودیو مرکزی رادیو مهاجر. مهمترین تحولات این هفته اینا رو از روسیه شروع میکنیم. 8 ایون سال جاری روسیه سرحدها رو برای شهروندانش که نیت سفر برای کار و تحصیل، طبابت و همچنین نگاهبین خویشاوندان نزدیک در خارج دارند گشود. در این خصوص رئیس حکومت روسیه میخائیل میشوستین به وسایل اخباری عامه خبر داده بود. اعلام کرده شده بود که در این زمینه قرار حکومت به امضا رسیده است که طبق آن شهروندان روسیه می توانند برای کار، تحصیل و احتیاجات ضروری روسیه را در دوره پاندمی از کرونا ویروس ترک کنند یا اینکه برعکس وارد روسیه گردند. سروزیر روسیه اینچنین گفته بود که ورود به روسیه برای خارجیانی که طبابت میگیرند یا خویشاوندان نزدیک خود را برای نگاهبین میآورند اجازه داده می شود. انتظار می رود که وزارت نقلیات فدراسیون روسیه در موافقت با مقامات روسپاتربنادزور از 15 ایول سال روان خط‌سیرهای هوایی روسیه را به کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل برقرار کند. از جمله در نوبت اول پروازها به ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوا، تاجیکستان و ازبکستان از نو گرفته می شوند. در این بعد گشوده شدن دیگر پروازهای بین المللی روسیه با کشورهای خارجی دور نیز در نظر است. تخمین می رود که در نوبت اول پروازها از شهرهای بزرگ روسیه تنها به پایتخت‌های کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل انجام داده می شوند. غیر از آن، اسوسیاسیون شرکت‌های سیاحی روسیه خبر می‌دهد که از 15 ایول توصیه داده شده است که پروازها به یکچند نقطه‌های دیگر بین الخلیجی نیز شده شوند. روی خط کشورها از جانب اگنتی فدرالی نقلیات هوایی، وزارت نقلیات روسیه و مقامات روسپاتربنادزور معین و در موافقت با حکومت فدراسیون روسیه تصدیق کرده می‌شوند. جنبست خبرهای هفته را ادامه میدیم و از روسیه به ازبکستان می رویم. آغاز این هفته 8 ایون ازبکستان اعلام کرد پس از 80 روز کرانتینی درهای مسجدهای 5 وقته و جامعه را در منطقه های سبز به روی نمازگزاران باز کرد. خاطررسانی میکنیم که ستاد جمهوری ضد مبارزه با کرونا ویروس در جمهوری ازبکستان منطقه های کشورش را از روی خریطه رنگ تقسیم بندی کرده است که رنگ سبز منطقه بی‌خوف را در نظر دارد. مقامات در ازبکستان تاکید میکنند که همه مسجدها هر روزه به ضررگردانی کرده میشوند و همچنین نمازگزاران موظفند که ادای نماز را با رعایت قاعده‌های اجتماعی که مسافه 1.5-2 متر را در بر میگیرد رعایت سازند. همچنین به پوشیدن نقاب طبی به مسجد آمدن در ازبکستان موقتا منع است. این چاره‌ها را نهادهای ضد اپیدمیکی و وزارت تندرستی ازبکستان با تطبیق رعایت مقررات سانیتری و گیگینی ربط می‌دهند. همزمان تشکیل مرکه‌های عمومی دینی حالا هم منع است در ازبکستان تا شهروندان از منبع‌های نامعلوم از کرونا ویروس گرفتار نشوند و سرایت را در بین اهالی پهن نکنند. منبع‌های اطلاعاتی خبر داده بودند که 8 ایون عربستان سعودی نیت دارد که مقدار کوتاها را برای زیارت به سبب پاندمی کاهش دهد. شایگری عربستان سعودی در ماه مارس سال جاری اعلام داشت که قبول حج را امسال باز می‌دارد. دو منبع آگاه به رایترز گفتند که مقامات سلطنتی علیه قبول شماره محدود زائرین را که به معیارهای سانیتری موافقند، یعنی گذراندن تشخیص طبی شخصان به این کشور وارد شده و جاری کردن محدودیت‌های اشتراکی پیرانسالان در حج را بررسی کردند. اینچنین مقامات سعودی امیدوارند که با رعایت این طلبات امسال آنها میتوانند درخواست‌های مراسم حج را برای هر کشور در دایره 20% کوتاهای قبلا داده شده قانع کنند. بکار و محدود ساختن سفر حج به اقتصادیات عربستان سعودی که از پایین رفتن نرخ نفت در بازار جهانی و بحران کرونا ویروس ضرر دیده است، ضربه بیشتری به وفور آورد. روز یکشنبه هفته گذشته مقامات سعودی پروازهای بین المللی را به جده که حاجیان قبلا برای اجرای حج آمده بودند قطع کرد و بنابر افزایش حادثه‌های کرونا ویروس یک قطار محدودیت‌های نوی را جاری کرد.
طبق اصلاحات اقتصادی که ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان آغاز کرده است، تا سال 2030 شماره زیارت کنندگان برای ادای حج به 30 میلیون نفر می رسد و درآمد خدمت رسانی و حاجیان تا 13.5 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. شما مهمترین خبرهای هفته روان را مستقیما روی موج رادیوی مهاجر در برنامه اطلاعاتی جنبسته خبرهای هفته میشنوید و از عربستان سعودی به جمهوری دموکراتیک کنگو می رویم. این هفته خبر داده بودیم که در جمهوری دموکراتیک کنگو خروج نوی ویروس ایبولا به عمل آمد. خبر مذکور را مسئولان سازمان عمومی جهانی تندرستی نیز در صحبت با خبرنگاران تصدیق کردند. طبق معلومات سازمان جهانی بهداشت، در روزهای اول این هفته در شهر مبندک 12 نفر مبتلای این بیماری معاین کرده شدند. همزمان در بدن 9 نفر دیگر نیز ایبولا را تصدیق کردند و 3 نفر دیگر نشانه‌های پیشکی این ویروس خطرناک را در خود نشان دادند. 6 کس دیگر علاقه از ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو درگذشته است. سازمان جهانی بهداشت شهر داد که این سومین اوج بیماری ایبولا در کنگو در 2 سال اخیر می باشد. دیرکتور ژنرالی سازمان جهانی تندرستی تدروس آدهانوم گبریسوس نیز در توییترش اوج نوی ایبولا را تصدیق کرده قید نموده بود که کووید 19 یگانه خطر تهدید کننده سلامتی انسان ها نیست. و از کنگو به روسیه برمیگردیم. جمهوری مردم چین تحقیقات مستقل سازمان جهانی بهداشت را اوید ویروس کووید 19 دستگیری میکند، اما با سیاست گذاری کردن این مسئله مقابل است، گفته است جان هونهی سفیر چین در روسیه این هفته در صحبت با خبرنگاران. ما البته چنین تحقیقات را جانبداری میکنیم، اما ما سخت مقابل چنین تفتیشات در شکل فرضیه گناه هستیم، ابراز داشته است سفیر جمهوری مردم چین در فدراسیون روسیه. قید کرده شده است که پکین آماده است که یک جایه با سازمان جهانی بهداشت و دیگر کشورهای جهان همکاری کند. این وظیفه و عهده‌داری ماست. ما باوری داریم که معین کردن منبع کووید 19 مسئله علمی است، نه مسئله سیاسی، تاکید داشته است سفیر چین در روسیه. مقامات ایالات متحده آمریکا از جمله پرزیدنت دونالد ترامپ چین را منتظم متهم می‌کند که نتوانسته است پنجشنبه کرونا ویروس را سر وقت پیشگیری کند. پنهان کردن دلایل‌ها و عکس‌العمل‌های سر وقت از موردهای ابراز نظر حکومتداران آمریکا است که همواره چین را در آن گناهکار می‌سازد. مقامات چین بارها ابراز داشتند که از آغاز سر زدن کرونا ویروس موقع گشوده و مسئولیتناک را به انتشار معلومات درست درباره پاندمی کرونا ویروس روی دست گرفتند. و با تاجیکستان می رویم. در ادامه این هفته وکیلان پارلمان جمهوری تاجیکستان روز 10 ایون تغییر و علاوه ها به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان را قبول کردند که برای پنهان کردن بیماری سیرویاتی که به حیات و سلامتی دیگران خطر ایجاد میکند از 2 تا 5 سال زندان و در حالت دوم از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی میکند. لایحه تغییر علاوه ها همچنین به کدکس حقوق بیرونکنی ماموری جمهوری تاجیکستان نیز با تشبث وزارت عدلیه تهیه شده است. مظفر اشوریان وزیر عدلیه کشور در پارلمان گفته است که برای ویران کنندگان قاعده‌های سانیتری اپیدمیولوژی نیز جزای ماموری پیش بینی شده است. در جلسه پارلمان اصلاحات مذکور تصویب کرده شده. جزای پیش بینی شده برای بینقاب محافظتی در جایهای جمعیتی گشت و گذار کردن شهروندان از 2 تا 5 نشان دهنده های برای حساب ها، یعنی از 116 تا 290 سامانی مقرر کرده شده است. همچنین پارلمان تاجیکستان مسئولیت را برای پنهان کردن معلومات بر دروغ درباره پاندمی در وسایل اخباری عامه و دیگر شبکه‌های اجتماعی معین و مقرر کرد. در این رابطه برای شخصان واقعی جریمه از 10 تا 20 نشان دهنده برای حساب‌ها و برای شخصان حقوقی از 150 تا 200 نشان دهنده برای حساب‌ها جریمه معین و تصدیق کرده است.
جلب مهاجران کره تاجیک در موسم امساله به بخش‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی، حفظ حقوق‌های قانونی آنها هنگام بود و باش در کشور میزبان، جلب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد تاجیکستان و تحکیم و توسعه همکاری‌های ولایت چلیابینسک فدراسیون روسیه با جمهوری تاجیکستان از محور صحبت در ملاقات نمایندگان حکومت این ولایت با کنسول ژنرال جمهوری تاجیکستان در شهر یکاترینبورگ فدراسیون روسیه در این هفته بود. حکومت ولایت چلیابینسک روسیه را در این ملاقات معاون وزیر رشد اقتصاد دمیتری گلوخاریوف و جانب تاجیکستان را کنسول ژنرال جمهوری تاجیکستان در شهر یکاترینبورگ فدراسیون روسیه ظفر سعیدزاده نمایندگی کردند. در این واخوری مسائل همکاری‌های منطقوی میان تاجیکستان و روسیه بررسی گردیدند. جانب کشور میزبان آمادگی خود را در تحکیم همکاری‌های اقتصادی در بخش‌های صنعت با جمهوری تاجیکستان ابراز داشتند، چون هدف چهارم استراتژی جمهوری تاجیکستان صنعت کنونی با سرعت و تجربه جهانی میباشد. تاجیکستان هوسمند است که بهره رشد اقتصاد و گسترش یابی ساحه صنعت مملکت، تامین جای‌های کاری و بلند برداشتن سطح زندگی مردم با سرمایه‌گذاران و شریکان خارجی این هدف‌ها را عملی سازد. ابراز داشته بود کنسول ژنرال جمهوری تاجیکستان در شهر یکاترینبورگ فدراسیون روسیه سعیدزاده ظفر شیرالی در صحبت تلفنی با بخش خبری رادیوی مهاجر. طرف‌ها همکاری‌ها را در بخش مهاجرت نیز قناعت بخش حساب نمودند. در ماه اپریل سال روان در عین اوج پنجشنبه سرایت کرونا ویروس با درخواست کنسولگری جمهوری تاجیکستان در یکاترینبورگ و قرار دادگاه ولایتی از بازداشتگاه موقتی برای نگهداری شهروندان خارجی شهر چلیابینسک همه شهروندان تاجیکستان که در عموم 37 نفر را در بر می‌گرفتند آزاد کرده شده بودند. با باوری میتوان گفت که این عمل در اساس قرار دادگاه کنستیتوسیونی روسیه تحت رقم 42 از سال 2018 پیاده شده است. در آن آمده است که اگر شرایط به وطن فرستادن اخراج شدگان در آینده نزدیک فراهم نباشد، دادگاه میتواند با قرار خود آنها را آزاد نماید، میگوید حامی حقوق مهاجران والنتینا چوپیک. یادآور می‌شویم که چنین تشبث بیشتر در ولایت لنینگراد نیز پیاده کرده شده بود. ظفر سعیدزاده کنسول ژنرال جمهوری تاجیکستان در شهر یکاترینبورگ روسیه با نماینده حکومت ولایت چلیابینسک معاون وزیر رشد اقتصاد دمیتری گلوخاریوف شرکت جانب تاجیکستان در نشست نمایندگان حکومت‌های محلی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را نیز بررسی نمودند. انتظار می رود که نشست نمایندگان حکومت‌های محلی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در صورت بهبودی وضع اپیدمیولوژی در ماه سپتامبر سال روان در شهر چلیابینسک روسیه برگزار گردد. ملاقات مذکور با درخواست حکومت ولایت چلیابینسک روسیه صورت گرفته است. دوازدهم این سال جاری سود ناحیه پرسننسک شهر مسکو سمرالدین رجبوف را برای 18 روز به حبس مأموری روانه نموده. دادگاه سمرالدین رجبوف را برای صادر نمودن حقوق ویرانکنی مأموری مطابق بند 8 ماده 20.2 کودکس مأموری گناهکار دانست و او را به 18 روز حبس مأموری محکوم کرد. دادگاه معین کرده است که سند حقوق ویرانکنی مأموری در نسبت سمرالدین رجبوف پس از اشتراک او در اعتراضهای هماهنگ نشده در مسکو 5 ایون تهیه شده است. سمرالدین رجبوف باشد روز 9 ایون بازداشت شد. سود را در ویران کردن تکراری ترتیب برگزاری چهاربینی‌های عمومی گناهکار دانست. یادآور می‌شویم که سمرالدین رجبوف روز 27 ایون سال 2019 عضو تظاهرات اعتراضی بود. مقامات حفظی حقوق او را بازداشت و به تهدید خشونت علیه کارمندان پلیس ابداع کرده بودند. با گفته مفتشان سمرالدین رجبوف ظرف شیشگی آب نوشابه را به سمت کارمندان پلیس پرتافته است. گرچند که شیشه به کسی ضربه نرساند، اما 3 کارمند پلیس همچون جبر دیده اعتراف شده بودند. بعد از این دادگاه سمرالدین رجبوف را گناهکار دانسته 100,000 روبل روسی جریمه بست. با نظر داشت وقت بازداشت و وضع مالیوی دادگاه سمرالدین رجبوف را به جزا از بازداشت رها نموده بود. اکنون این دفعه مقامات سمرالدین رجبوف را در شرکت تکراری اعتراضهای ناموافقه شده برای ترتیب برگزاری چهاربینی‌های عمومی از روی طلبات قسم 8 ماده 20.2 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری فدراسیون روسیه گمانبر دانستند که دادگاه نیز عیب را در نسبت او تصدیق نمود و سمرالدین رجبوف را به 18 روز حبس مأموری روانه نمود.
یک خبر دیگر نیز از دادگاه‌های مسکو است. دادگاه نویای تاگانسکی شهر مسکو چاره پیشگیری حبس در نسبت یک شهروند تاجیکستان را که در اشتراک در زدوخوردهای عمومی میان مهاجران تاجیک قرقیز گمانبر دانسته میشد بکار کرده از حبس آزاد کرد. این یک حادثه کم نظیر است وقتی سودهای روسیه چاره پیشگیری را بکار میکنند و مهاجر را از حبس آزاد میکنند، گفته است وکیل دفاع شوکت اومرов به رسانه‌ها. یادداشت می‌شویم که 6 آگوست سال 2019 در قهوه‌خانه علالدین واقع در شهر مسکو مناقشه عمومی بین شهروندان تاجیکستان و قرقیزستان به وقوع پیوسته است. وقتی کارمندان پلیس به جای حادثه می‌آیند، همه اشتراکچیان به ترتیبی را با خود به شعبه کارهای داخلی می‌برند، اما پس آن با سبب‌های نامعلوم شهروندان قرقیزستان رها گردیده شهروندان تاجیکستان باشند در حبس باقی می‌مانند. بعداً مقامات تفتیشاتی اویدی به دلایل‌های مذکور پرونده جنایتی از روی علامت قسم 2 ماده 213 کدکس جنایتی فدراسیون روسیه اوباشه گروه شخصان با قصد پیشگی پرونده جنایی باز می‌کنند و در این پرونده یک چند شهروند قرقیزستان نیز باعث جبر دیده ثبت می‌گردد، گرچند که آنها نیز در زن و زنی عمومی شرکت داشتند. به گفته وکیل دفاع شوکت اومرov در این قضیه 7 نفر از جمله شهریار رودینوی 25 ساله شهروند تاجیکستان نیز گمانبر دانسته میشد. شهریار رودینوی کارمند همین قهوه‌خانه بود، لیکن شب حادثه در جای کار نبود. آن شب او کار نکرد، اما دیگران او را دعوت نمودند و او و دوستش به مکان حادثه که در آنجا همه چیز اتمام شده بود رسیدند. اما پلیس او را همراه خود برد. او را در روز اول رها کردند، ولی پس از یک روز دیگر بازداشت کرده و حبس نمودند و در نسبتش پرونده جنایتی آغاز کردند، گفته است وکیل مدافع شوکت اومرov. همچنین وکیل مدافع قید کرده است که همه موادهایی که شهریار رودینوی در زن و زنی عمومی مهاجران اشتراک نکرده است جمع‌آوری شده با دستگیری سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه پس از 302 روز موفق شدند و شهریار رودینوی را توانستند پرره از بازداشت رها کنند. این زمان حمایتگر و زیر حمایت او از مقامات روسیه جبران به مبلغ 5 میلیون روبل روسی را طلب دارند که این حق را قانونگذاری به آنها داده است. شنوندگان عزیز، شما مهمترین تفصیلات هفته روان را در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی جنبست خبرهای هفته امروز شنبه 13 ایون 2020 سال مستقیما شنیدید. سلامت باشید و روزهای خوش و با فراغت داشته باشید.